از 1 ایول امتحان‌های داخلشوی طریق مرکز ملی تستی آغاز شد. فعلا در سراسر کشور داوطلبان از روی 5 کلاستر برای شامل شدن به مکاتب عالی کشور امتحان می‌سپارند. پرس‌تیجی از مرکزهای امتحان سپاری دیدن کرد و با داوطلبان و والدینشان هم صحبت شد. شما کدام اختصاص رو انتخاب کردید؟ من اختصاصی دیپلماتی رو انتخاب کردم. چرا محض همین اختصاص رو انتخاب کردید؟ چون که من در کارهای حکومتی خیلی شوق و هوس دارم و میخوام که در آینده نام وطن خود را در سراسر جهان بردارم. اگر شرطنامه‌ای گذارید امکانی داخل شدن دارید؟ در صورت قبول نشدن چیکار خواهید کرد؟ من امید دارم که میگذارم. تشکر. فرزند شما کدام اختصاص رو انتخاب کرد؟ فرزند من اختصاص گروه چهارم رو انتخاب کرد و اختصاص حقوق شناسی. چرا محض همین اختصاص رو انتخاب کرد فرزند شما؟ البته من برای انتخاب کردن هر یک کس باید شوق و ذوق باشد. همین من شوق و ذوق بوده است که توانید کس را انتخاب کند و از روی آن آمادگی جدی بیند. اگر فرزند شما شرطنامه‌ای گذارد امکان داخل شدن دارد؟ کوشش میکنیم که همین امکانیت را برای فراهم آوریم تا اینکه از جریان تعلیم به بهره نماند. در صورت قبول نشدن فرزند شما چیکار خواهد کرد؟ اول اینکه من امیدوار میشم که حتما داخل میشه، چون که تیاریش جدی است. در حالت داخل نشدن البته تیاری باز جدی تر میشود و خداوند باز سال آینده دنیا به امید. شما کدام اختصاص رو انتخاب کردید؟ من اختصاصی 4 کلاستر پسیکولوژی. چرا محض همین اختصاص رو انتخاب کردید؟ خود از خودسالی میخواستم پسیکولوژ شوم، چون که درمان یک از دیگر به من خیلی خوب، یعنی من احساس خوب دارم وقتی کسی دیگر رو معالجه میکنم. اگر شرطنامه‌ای گذارید امکان تحصیل کردن دارید؟ البته پدرم شرایط این رو دارد. در صورت قبول نشدن چیکار خواهید کرد؟ در صورت قبول نشدن میتوانم سال دیگر بسپارم، اما حالت‌ها و نمودی شرط‌های دیگر هم هست که آیا داخل نشوم و دیگر کار مشغول شوم. فرزند شما کدام اختصاص رو انتخاب کرده است؟ فرزند من کلاس 4 انتخاب کرده اداره‌ای دولت. چرا فرزند شما محض همین اختصاص رو انتخاب کرده است؟ برای آنکه فرزند دیگریم همین جامعه شناسی را با دیپلم صف تمام کرد، یا خواست که همین رنگ پس همین چیز باید معقول است. اگر فرزند شما شرطنامه‌ای گذارد امکان تحصیل کردن دارد؟ لیکن ما 12 اختصاص گرفتیم، همه رایگان گرفتیم، چون که دخترم گیرنده استیپندیای پرزیدنتی. در صورت قبول نشدن چیکار خواهید کرد؟ نه، من باور ندارم باید قبول شود، برای که من میخواند گیرنده استیپندیای پرزیدنتی. من استفاده کننده دارم برای این چیزی میرم چیکار می‌کنم؟ نام نصبتون. نام نصبتون جوار خوبه. نبیره شما کدام اختصاص رو انتخاب کرده؟ کلاس 4 در بخش حقوق. چرا محض همین اختصاص رو انتخاب کرده است نبیره شما؟ خویش خوشه. اگر نبیره شما شرطنامه‌ای گذارد امکان تحصیل کردن دارد؟ در صورت قبول نشدن نبیره شما چیکار خواهید کرد؟ کوشش میکنیم با یکم تحصیل شد در یکم دانشگاه دیگر در یکم چیز. من قربان قول ابراهیم ختم کننده مکتب اینترنت نوعی کسانی بازشم. شما کدام اختصاص رو انتخاب کردید؟ من در اینجا اساساً جامعه شناسی و حقوق شناسی. چرا محض همین اختصاص رو انتخاب کردید؟ برای اینکه آینده در این وطن خود خدمت کنم. اگر شما شرطنامه‌ای گذارید امکان تحصیل کردن داره؟ من شرطنامه قبول نکردم. یعنی شرطنامه در من اختصاص من نیست، همش رایگان است. در صورت قبول نشدن شما چیکار خواهید کرد؟ در صورت قبول نشدن ببینیم چی بشه. از دیگر امکانیت استفاده می‌کنید. شما کدام اختصاص رو انتخاب کردید؟ جامعه شناسی و حقوق از کلاس 4 انتخاب کردم. شما چرا محض همین اختصاص رو انتخاب کردید؟
این آرزوی دیدنی من بود که آرزوی کودکی هم بود که من در آینده باید بر کارگری همین باشم. خواستم که آرزوی دیدنی خود را عمل کنم. اگر شرطنامه‌ای گذارید امکان تحصیل کردن دارید شما؟ بله. در صورت قبول نشدن شما چیکار خواهید کرد؟ باز دور افتاده نمیشم، باز در آینده کوشش میکنم. من خالم محمدزاهر نواتович ҷарроҳи кӯдакон аз ноҳияи Ёвон, вакили мардумӣ. سلامت باشید. فرزند شما کدام اختصاص رو انتخاب کرده است؟ فرزند من همین سفرگل بانو اختصاصی کلاس 4 یعنی که حقوق‌شناسی. چرا محض همین اختصاص رو انتخاب کرده است؟ که این مسئله را من یکان سوال جواب داده نمیتونم چون که این از خودش میپرسید. اگر شرطنامه‌ای گذارد دختر شما امکان تحصیل کردن دارد؟ چرا نه؟ در صورت قبول نشدن دختر شما چیکار خواهید کرد؟ با تکرارا امتحان میسپارند که میاییم اگر باز نشد این دختر من دوام میدهد خواندن خدا خواهد برای به قولهای مراد رسیدن جد و جهد خود را سرشته صرفه میکند و من نیز این را دستگیری میکنم خدا خواهد هم مالیوی هم اجتماعی و هم پسیخولوژی. شما کدام اختصاص رو انتخاب کردید؟ چرا محض همین اختصاص رو انتخاب کردید؟ چون که میخوام که پاییزم باشم. نمیخوام اگر شرطنامه‌ای گذارید امکان تحصیل کردن دارید؟ در صورت قبول نشدن چیکار خواهید کرد؟ باز نشم باز میخورم اما تا داخل نشم. تشکر زیاد.